امیرکبیر تو اصفهان اون کارخونه تشکیل میشه. بعد یه مشکلی در مورد فلزاتی که باید آب کنن، ذوب کنن، توپ بسازن باش پیدا میشه، کم میشه. چی بوده؟ امیرکبیر اعلام میکنه که مردم هر کس تو خونهش دیگه مسی و اینا داره اضافی همه اینا رو بیان بدین به این کارخونه که توپ بسازه، بفروشین. اصلا یه مرتبه تو شهر اصفهان جنجال را افتاد که مردم امیرکبیر میخواد شما گشنه بمونین از نظر اقتصادی، به جاش بره اسلحه بسازه، جنگ را بندازه. و این جریانی که انگلیس‌ها تو اصفهان رو انداختن رو افکار عمومی اثر گذاشت. این پروژه امیرکبیر اونجا شکست خورد. نتیجهش چی شد؟ چرا انگلیس این کارو کرد؟ برای که چند وقت بعدش قضیه حمله به بوشهر پیش آمد. کشتی‌های انگلیسی آمدن وارد بوشهر رو جنوب شدن و گفتن که باید افغانستان، هرات، قندهار اینا همه رو بدید انگلیس، اینا باید از ایران جدا شن. وقت ارتش ایران توپخونه نداشت که جلوی اینا بیسته. چرا؟ چون قبل تو ذهن مردم تو یه دو قطبی درست کردن. توپ می‌خواید یا دیگه غذا؟ اقتصاد می‌خواید یا جنگ؟ بعد گفت بگی اقتصاد می‌خواید، ولی اونی که اتفاق افتاد چی بود؟ جنگ.